پیش مردم اونجا چه خبره؟ لعنتی میدی دیوونه شدی؟ چی کار میکنی؟ واقعا حمله میکنی؟ پایان تمرین تو مردی. پیتر استراس، اولیان اولوی، پرواز سیاه. با شرکت جیمز اوسلیوان، کی کالن، میشل پاک، مایکل چیزهاور، بن رازی. آقایون، حمله رو در رو یا شاخ به شاخ. امروز صبح کمی با وضعیت واقعی آشنا شدید. میدونم که خیلی ترسناکه، ولی ممنون باشین که فرصت داشتین تجربهش کنید، چون من هر قدم خوب بهتون آموزش بدم بازم نمیتونم برای مواقع پیش بینی نشده آمادتون کنم. فقط هشدار میدم در مواقع غیر منتظره بیشتر احتیاط کنید. سربان گوردون، کارم داشتیم؟ خواب برای نهار تعطیل میکنیم، اما یادتون باشه تمرین آیندهمون روز دوشنبه رأس ساعت 14 است و به هیچ عنوان غیبت کسی پذیرفته نیست. هیچ معلومه تو چته؟ قربان؟ بعد جور میدی تو شکم طرف، پسره بیچاره نزدیک بود پس بیفته. قربان، هدف ما نابود کردن دشمنه و این دستوریه که خود شما بهمون دادین. ولی این تمرین سربان ادی گوردون. شما به من آموزش دادین بکشم و نابود کنم. ادی، اینجای پایگاه آموزشیه، نبرد هوایی واقعی در کار نیست. باید کوتاه بیای. پسره میخواد رسما از تو شکایت بکنه، چون نصیب بود بکشیش. میدونم تو خانواده خوبی هستی، ولی بگو چقدر بهش نزدیک بودی؟ زیاد خطرناک بود. خیلی خوب، باشه حرف میزنم، ولی بهتر یادت باشه اینجا هممون در حال یک ابزار. پس دشمن همینجاست. منظورت چیه؟ هیچی قربان، من چند روزی مرخصی دارم. آخر هفته برنامه داری؟